به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و درود بینندگان گرامی و هموطنان ارجمند به برنامه خودتان با شگفت خوش آمدید. همراه بنده برادر بابا جان قیومزاد هستند و مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از فروش یگانه بازی لیژرانی سفیدورک که توسط حکومت جمهوری تاجیکستان. حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که بازی سفیدورک یعنی یگانه مرکز لیژرانی در کشور رو به شرکت به نام سفیدره فروخته است. یعنی با مبلغ چند؟ با مبلغ حدودی 2 میلیون سومانی، حدود 2 میلیون سومانی، یعنی چیزی حدود 200,000 دلار، 200,000 یا بیشتر از 200,000 دلار. و باید یادآور شد که این بازه، این مرکز لیژرانی یگانه می باشد و این در سالهای 1970 عصر گذشته در عهد شوروی بنا شده بود و واقعا در سال حدودی بیش از 3,000 آدم از اینجا دیدن میکند و جایی هست که خیلی کلان هست. ولی متاسفانه حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت رئیس کمیته سرمایه‌گذاری گفته است که قبلا سفیدورک در اختیار کمیته جوانان ورزش و سیاحی بود و احوال آن نه آنقدر خوب داشت. برای همین حکومت قرار کرده است که این بازه را به فروش بگذارد. ببینید سفیدورک با این حجم، با این یعنی که صفت ها خصوصیت های دارد با فروختن به شرکتی که معلوم هم نیست سفیدره و در همون روزی مزایده تنها 2 شرکت مشارکت کرده است و با مبلغ یکیشان برنده شده است و حجمی عجیب، این قدر مرکزی کلان با حجمی حدود 2 میلیون سومانی. این 2 میلیون سومانی در مرکز دوشنبه یک خانه 2 حجره هم 2 میلیون سومانی است، یا در دیگه جاش خانه بسیار عادی 200,000 این یک چیزی عادی است. ولی این مرکز، این بازه کلان رو با این خصوصیت های داره که یعنی یگانه مرکز لیژرانی است، یعنی چرا چنین میشده است؟ شما ببینید حکومت در چندین روزهای گذشته مخصوصا در اخبار اگر شما دیده باشید بحث سری خصوصی گردانی غیر قانونی بود، درست؟ بله. در تمام اخبار می آمد که فلان آدم اینقدر چیزها رو غیر قانونی از خود کرده است، خصوصی گردانده است، بیش از 100 انشاءات، بیش از 100 انشاءات و بیش از نمیدونم چی و چی. شما این سرخطی همه اخباری چند روز قبل است، درست؟ بله. ولی در تمام این خصوصی گردانی ها خریدار معلوم است و یعنی یک عمل غیر قانونی معلوم است، ولی شخصی جنایتکاری که این عمل غیر قانونی را انجام داده است معلوم نیست. در تمام این جنایت هایی که به سر مردم بار کردن که این غیر قانونی فروخته شد، این غیر قانونی فروخته شد، در تمام کشورهای دنیا یک اساس وجود دارد، یک اصل وجود دارد. هر کسی که غیر قانونی یک کار انجام داده است، خریدار جوابگو نیست، درست؟ بله. مسئول کسی است که اون را فروخته است، در زیر اون امضا گذاشته است. ولی در ما هیچ جنایتکاری وجود ندارد، کسی اون را فروخته است، هیچ کس بر اون کاری ندارد، ولی اینجا جنایتکار فقط خریدار دانسته می شود، مخالف تمام معیارهای دنیا. خب این یک طرف. دیگه برمیگردیم به اثر سفیدورک. اول بیایم ببینیم که در خود همین ورزاب یک دچه معمولی چقدر ارزش دارد. تصور کرده میتونید که در ورزاب ما یک دچه معمولی که خورده که قیمتش 200,000 دلار باشد شاید پیدا نکنیم، اصلا وجود ندارد. چون واقعیت هستین، چون که منطقه تفریحی است و درآمدزا است. اونجا جایی نیست که اونجا مشتریان زیاد همین. بله، مشتریان زیادی میاد اونجا. جایی یکی از منطقه‌های گرانترین کشور است. بله. ولی در همین منطقه یک زمینی کلان، اون هم زمینی که شما تصور کنید در اونجا میتوند مکان تفریحی باشد، میتوند رستوران باشد، میتوند گاستنیڅه باشد، تمام چیز میتونه در اونجا باشد. اون چیزایی که لیژرانی که بالا میبرد میارد، تمام چیز
میتوند تمام اینها چی باشد؟ درآمد ایجاد کنند، درآمدزا باشند، درست؟ ولی تمامی همه این امتیاز رو به یک شرکت نامعلوم گمنام مثل همون شرکت هایی که قبلا وجود داشت، بله، صاحبش نامعلوم، باز هم همون آش و همون کاسه است. ببین چی است؟ مگر اگر این واقعیت باشد، این مشکل نداشته باشد، این اگر چیزی نباشد، چرا صاحب شرکت مشخص نمی شود؟ چرا اعلان نمی شود؟ شرکت RS وقتی که دربارش سخن به وجود آمد گفتن که از فلان است و از این است و آن و اینش مخفی هست و صاحبش پنهان است و غیر اعلان نمی شود و اینو وای، یعنی درست؟ چی مخفی است؟ بله، مخفی گذاشتن. این چگونه کشور است که حتی شرکت های تجاریش مخفی می شوند، حتی نمیدونم درآمد وزیراش مخفی می شوند، مؤسسان و رئیسانش مخفی می شوند. این گونه شرکت در کجا دیدید شما؟ تنها در کشوری می شود که دیکتاتور وجود دارد، تنها در کشوری می شود که شفافیت نیست و تنها در کشوری می شود که کروپسیا و فساد به اوج اعلاش رسیده است. این ضرر، این ضربه به کی است؟ شما یک بار تصور کنید اگر همین سفیدارک مالی حکومت میشد و درآمد اون بگذار که حکومت بالای اون سرمایه گذاری میکرد یا حداقل در اختیار وزارت همون کمیته ورزش و سیاحی میموند، یک قسم اون سهمیه‌اش میفروختن به یگان شرکتی که میومدن با اون میساختن، ولی رشد میدادن اصلی با اون، یعنی نرخ اصلی، قیمت اصلی، نه با این قیمتی. درست. اگر به حجم قیمت اصلیش 30% سهمیه این 30% این را میفروختن به یگان شرکت دیگر، بله. با پول اون تمام این میتونست به شکل بهتر ساخته شود و اینجا یک جای مکانی درآمدزا برای کشور شود. بله. ولی این شرکت سفیدره مالی کدام یک آدمی مخصوصی نزدیک به حکومت یا از خویش و تبار کدام منصبدار یا پرزیدنت است، برای همین میآیند به یک قیمت ارزان میفروشند تا که اون صاحب این درآمد کلان شود و دیگر مردم بیچاره باز هم راه کوله‌بارش باشه و راهی روسیه و راهی دربدری دیگر کشورها. اینجا یک چیزی، یک لغزش یا یک چیزی هم هست که سفیدره، شرکتی سفیدره، مثل این که این شرکت رو به خاطر همین سفیدره ساخته شده است یا تأسیس شده است. درست است؟ معلوم است که ساخته است. حتی یک نفر هم یک کاربری اینترنت هم گفته است که $200,000 علامت خطاب مانده است که تعجب. بله. بعد شما باری کبیری و نظرزاده و زیت آخر این قدر بعضی کلان رو با مبلغ یک حجره نو در دوشنبه فروختن، این بی‌ناموسی است. کنی اگه این فساد یک از نظر گذراند که تو چی درجه این بعض به $200 برابر شده است. میخندیم مختنب و گریه میکنیم. بله. ببینید مسئولین ما باید دیگر اینو درک کنن که این گپ ما تنها نمیگوییم. اون چی که ما امروز از اینجا گفته ایستادیم درد دلی ان همون مردمی است که امروز شما بالاش این مصیبت ها رو آورده ایستادین. همین جایی که مردم خودشون در پایان این نوشته کامنتشون هم میگذارن، درد دلشون هم میگن، این هم دلیل این است که مردم درک میکنن دیگه. واقعا هم مردم میدونن امروز. بله. و ما امروز اگر از اینجا حرف میزنیم با مردم درد دلی مردم میگیم، واقعا مردم خودش میدوند که ما واقعا جای مناسب است اینجا که ذکر کنیم اینه که حکومتداران ما باید درک کنند دیگر که ما اون چی که میگوییم نه به خاطر اختلاف انداختن، نه به خاطر جنگ یا که ناآرام کردن است. ما واقعا میخواهیم اصلاح شوید. ما میخواهیم به مردم ظلم نکنید. ما میخواهیم حق مردم رو به اونها بدهید. چرا من وقتی که امروز در ترکیه به مردم ترکیه نگاه میکنم میبینم که تمام شرایط را دارد. وقتی با اون نگاه میکنم یک زندگی مرفه، آزاد، بسیار راحت دارد. چرا مردم ما این حق را نداشته باشد این زندگی کند؟ چرا ما فقط برای مردم همین را میخواهیم؟ و اگر امروز این را میگوییم که شما $200,000 یک زمین کلان را فروختید به یک شرکت نامعلوم، این مگر ناامنی است؟ مگر این ناآرامی است؟ بله. ما ناآرامی نمیخواهیم. ما میخواهیم انا همین ظلم شما، انا همین دروغ شما، انا همین فریب شما به مردم آشکار شود و شما دیگر این ظلم، این دروغ و این حقخوری مردم رو بس کنید. مسئله دیگر هم هست اخیر. حاضر معلوم نیست که این شرکتی که امروز این را خریده است توانی این را دارد که سرمایه گذاری کنه در اینجا تا این آباد شود.
مثل همون کارخانه هایی که باز کردن جایهای کاری که همیشه ادعا میکنن در تلویزیون ما نمایش داده می شود که جای کاری باز شد بعد یک هفته بسته می شود. من نگران اینم این بعد یک هفته یا بعد یک ماه یا بعد یک سال این هم با این تعدادی خورده که مونده است از این هم این را هم از دست ندهیم یک بار با مدی اینها. واقعا اینها توانش دارد که این را آباد کند. این خیلی عجیب است واقعا. این بخیر جای بحث از نامش معلوم است سفیدره. یعنی اینه که این شرکت خاص به خاطر سفیداره تأسیس شده است و فایده های به جیب چند مقامدار می رود و این ملت بیچاره باز عذاب میکشد و مثل که شما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفته است که ممنوعیت و سازمان تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی بوده و یک سپارش سیاسی است. بله واقعا هم وقتی که این نه تنها حزب سوسیال دموکرات و رحمت الله ظاهرов تمام سازمان‌های بین‌المللی دنیا این را قبول کردن که این چیز غیر قانونی است. فقط این حکومت تاجیکستان است که با هدف‌های مغرضانه سیاسی این حزب تروریستی اعلام کرده است. سازمان‌های بین‌المللی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو همچون سازمان تروریستی قبول نکرده است تا بله. و این واقعیتی هست که حکومتداران ما باید درک کنند و آهسته آهسته میرسد به اون جایی که با اشتباهشون پای میبرند و میفهمند که چی خطای بزرگی را صادر کردند و ما امیدواریم که از این خطا ملت تاجیک کشور ما ضرر زیاد نبیند، زیرا که ما واقعا میگم اینا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل وقتی که بود تمامی تلاش را میکرد که هیچ ضرری هیچ یک مشکلی برای کشور پیش نیاید، کمترین مصیبت برای کشور پیش نیاید. همیشه به همین خاطر بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تمام فشارها صبر کرد، تحمل کرد و هیچگاه دست به هیچ کاری نزد. بله. ولی با تهمت اون رو بستن. بله. ولی ما واقعا نگرانیم امروز و امیدواریم که بله. از این اشتباهشون حکومتداران پای ببرن و از خدا میخواهیم که به خاطر اشتباه این یک طایفه مغرض ملت کشور ما ضرری کلانی نبیند و آرامش و ثبات در وطن همیشه حفظ باشد. واقعا مثلا من اظهارات سازمان‌های بین‌المللی رو مطالعه کردم، اونها به یک چیزی خیلی عجیب اشاره میکنن. وقتی که میگویند که حکومت حزب نهضت رو تروریست اعلام کرد، اونها پیش از این میگویند که حزب نهضت پیش از این از سال 2010 مورد فشار و تعقیب قرار میگرفت. یعنی این کار اگر واقعا بی‌غرض میبود، این کارهایی که 5 سال پیش از این میشد، این کار یعنی حکومت اصلا در فکری بستن بود و این را یک بهانه تراشیدند و حزب نهضت رو اصلا دور کردند و همچنین اقدام‌های اخیر جامعه جهانی و بخصوص کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد که نه همه کشورها و اکثر کشورها با این تعامل حکومت تاجیکستان با حزب نهضت و تروریستی اعلان کردن آن راضی نیست. نظرسنجی در مورد خوشامدگوی پیشتاز کشور که رو میدونید که در تاج نیوز نشر رسید و نتیجه نظرسنجی این بوده است که مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده 10% رو گرفته است. یعنی به این معنا که اونها چند نفر رو گذاشتند و گفتند که شما به اینها آواز میدید و آواز در یک نقطه این نظرسنجی این بود که همه اینها چی هستند؟ تملق‌کار دانسته میشوند و 60% یعنی 90% آنهایی که در این نظرسنجی شرکت کردن گفتند که واقعا تملق‌کار هستند و در حکومت ما تملق‌کاری وجود دارد و خیلی زیاد است. درست است. این واقعا تاج نیوز با این برنامه‌های نظرسنجیش خیلی در جامعه جا پیدا کرده است و در حکومت ما معمولاً تملق‌کاری به یک اصل تبدیل شده است و این مشکل است که ما دیگر بگوییم که مثلا فلانی تملق‌کار بیشتر است یا فلانی تملق‌کار بیشتر است. امروز به اصطلاح همون معیار انتخاب و معیار
بگیم شایسته سالاری، نه معیار انتخاب کادر و معیار بالا بردن رتبه و بله. مقام معیار به مقام رسیدن امروز کاملا همون تملق کاری، چاپلوسی، صداقت به یک شخص همین است. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی که امروز اگر تملق کار نباشد، چاپلوس نباشد، اگرچه شایسته هم باشد، همچنانه که سهراب شریپوف بود. بله. تملق کار نبود. بله. چی شد؟ همچنانه که سید امیر ظهوروف یک انسانی واقعا وارسته، یک انسانی واقعا والا مقام، عبدالله نظرف، یا اینکه مثلا محمد بوبخون محمدов، اینها شخصیت‌های واقعا شخصیت‌هایی بودن که تملق کاری رو نمیتونستن. شایسته بودن. شایسته ها و انسان‌هایی که وارسته و واقعا سزاوار هستند توانی تملق و چاپلوسی و این را ندارن. و همین خاطر است. ولی ببینید دوست عزیزم، تملق وقتی ما تملق کاری میگوییم در کشورهایی که در اونجا دموکراسی نیست، کشورهای سوم، در کشورهایی که اونجا دیکتاتور است، تقریبا همه قشرهای جامعه تملق کار می شود. ببین در یک آفیس میره، یک کارخانه میره، تقریبا همه شدن تملق کاری رئیس. بله. ببین و همین است که محمود عباس العقاد، اون متفکر مصری، میگفت که در برابر اینکه ظالم به جزایش میرسه در آخرت، خداوند مظلوم رانی جزا میدهد، به خاطر اینکه در برابر ظلم ظالم خب کرد، خاموش ایستاد، اون رو پذیرفت و سبب می شود که این یعنی سبب ظلم اونها خود ظالم مظلوم است. سکوتی مظلوم است. ظالم است که امروز هم ما میبینیم که در کشور چنین متاسفانه یک فرهنگ شده است. برای مثال بیایید آشکار بگوییم یک چیزایی را که مردم درک کنند. واقعا شما ببینید حتی اگر یک نفر وقتی که در تلویزیون تاجیکستان تماشا میکنید، شما با یک نفر مصاحبه میکنند، خب صحبت میکنند با یک نفر، اولی صحبت وقتی که شروع میکند، مثلا اگر یک نفر معلم است، خب از معلم مکتب شروع میکنه با سیاست های خردمندانه جناب عالی. خب در ساحه مکتب سیاست خردمندانه جناب عالی، در ساحه فیزیکا با تشبث جناب عالی، میروید در ساحه کشاورزی با تشبث جناب عالی، میروید در ساحه استرونومیا با تشبث جناب عالی، میروید در ساحه پزشکی، در تندرستی با تشبث جناب عالی. نخود یک نفر به اصطلاح دیگر تمامی چیز را بداند، این همش خودش چی است؟ آخر این تبلیغ همون تملق کاری است. این مصیبت است. این به حدی رساندن که از یک نفر دیگر نمیدونم، واقعا در تمام جا سخن همین است. سود کانستیتوسیونی تغییر سرقانون، تغییر الهه با سرقانون را تایید کرده است و منتظر شاید احتمالاً که ماه می آینده این برای گزاری عمومی گذاشته شود. یعنی که سود کانستیتوسیونی و گفته است که این موافق همه یعنی منافع کشور بوده و به خصوص به حیات سیاسی جوانان چی میکند؟ کمک به اصطلاح رشد. بله. امیدواریم الهه هایی که یکی برای یکی برای پدر، یکی برای پسر، یکی برای زدن مخالفین. بله. دیگر چی داریم در این؟ محدود کردن آزادی همین است. الهه ها چی است دیگر؟ واقعا دیگر ما جای حرف نداریم در این الهه ها. یکی الهه این است که 4 سال دو دوره 4 ساله پرزیدنتی و 7 ساله پرزیدنتی به پیشوای ملت ربط ندارد. بله. با کی است؟ با پدر. این است که از 35 ساله به 30 ساله آورده شود قانونی سینی نامزدی به پرزیدنتی. خب این چی است؟ اینش با پسر با یک عائله ربط دارد تمام قانون ها قریب. از اینش هم با دستور همون پدر و پسر شاید
که مثلا قانون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا حزبی با خاراکتر دینی و ملی، حتی ملی واقعا عجیب است. پس با کدام چیز باید حزب در تاجیکستان فعالیت کنه؟ پس اینجا هم سوال میاد که اگر این حزبی، پس قانون تاجیکستان اونه که قرار سودی عالی نسبت حزب نهضت، پس درست بود، ولی به خاطر اینکه این تغییر قانون بعدی قرار سود بر اومده است. بله. در حالی که اگر شما مثلا این محدودیت رو پیشتر میگرفتید میگفتیم که درست، ولی الکی سود قرار رو برآورده است و بعد سود شما سعی میکنید که این محدودیت، یعنی یک احزابی با خاراکتر دینی یا ملی داشتن رو ممنوع میکنند. درست است. متاسفانه همین است. هرچی که ما در این چند سال اخیر میبینیم از قانون‌ها یا محدود کردن است یا از بین بردن است یا به نفع یک عائله یا یک گروه یک منصبدار. متاسفانه غیر از این دیگر قانونی به نفع ملت ندیدیم تا میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک وعده داده است که سال روان محدودیت در تامین مردم نواحی بنوروی برق بروقت‌تر لغو خواهد شد، یعنی لیمیت برق را بروقت‌تر لغو خواهند کرد. ولی به نظرم این انتخاباتی پارلمانی نیست که یک ماه پیش در ماه فوریه، به نظرم با سال گذشته ماه فوریه همین روزها بود که اونها چرا منع کرده، یعنی لغو لیمیت رو برداشتن و معلوم بود که به خاطر چی؟ به خاطر امتیاز گرفتن در انتخابات آینده که پر از تقلب گذشت. و حالا میگویند که برق تاجیک این میکند. برق تاجیک من نمیدونم دوست عزیزم که این برق 1.5 میلیارد دلار 1.5 میلیارد سومانی قرضدار می شود. چرا کسی نمیپرسد این برق تاجیک رو که بسیار خوب شما 500 میلیون سومانی رو که از چه؟ از سنگتوده یک قرضدار بدید، هم کجا شدن؟ اینها رو چرا نمیپرسند؟ این آژانس ضد فساد کجا شده است که بپرسد که این قدر پول از کجا رفته؟ ببین 1.5 میلیارد چی شده. این شرکت از جمله از سنگتوده یک 505 میلیون سومانی، از سنگتوده دو 315 میلیون سومانی و از اندوس 164 میلیون و 2 سال پیش هم سال 2014 250 میلیون، بیش از 250 میلیون سومانی بخشیده شد. من حیرانم که این برق تاجیک اینقدر پول 1.5 میلیارد سومانی. بله واقعا عجیب است. این مثل این است که در تاجیکستان ما گاو یا خر با بار و بندش در یک جا گم شود. خر در این خانه می آید و گم می شود. واقعا برق ما پولش معلوم است که اینقدر پول باید باشد. برق هست. بله. پولش کجا می شود؟ کی میگیرد این پول رو؟ عجیب است واقعا. باید مردم بپرسن. باید همین آژانس ضد فساد یک بار نمیگوید که رئیسای همین رئیسی برق تاجیک رو که بسیار خوب، این 1.5 میلیارد سومانی کجا شد؟ فکر کنید که اگر 1.5 میلیارد سومانی به بودجه میرفت، به بودجه میرفت، امروز معلمان ما مشکلی به دیر شدن معاش، این مشکلی دیر شدن تأخیر معاش رو نداشتن. همچنین اون موسفیدها و اونهایی که نفقه میگیرن، یعنی همه اینها. چرا اینها؟ برای اینکه ببین مثل این برق تاجیک 1.5 میلیارد سومانی قرضدار میشود، کسی این رو نمیپرسد که این برق ها شما این قدر پول رو کجا کردید. واقعا همین است. دگیر خساو و خاور جواب داده است و چرا که میدونید در خاور یک نفر به نام رستم اونها نوشتند که ادوکات های بین المللی که برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حزب نهضت رفته بودند به تاجیکستان، اونها را گفته بود که اینها ادوکات های نادعوت شده شیطان ها هستند. یعنی ببین این تحقیر است. ولی در متاسفانه این تحقیر نسبت بازداشت شدگان که حالا حکم قانون قرار سود نبر آمده است، هیچ کس حق ندارد اونها را
اونها متهم هستند. بله. اونها تا حال مجرم جنایتکار شناخته نشدند، ولی در خبرگزاری رسمی اونها رو شیطان میگویند که میگن اینها ادوکات های شیطان ها هستند، دیو ها هستند. خب تا این حد تحقیر در یک خبرگزاری رسمی، این واقعا جای تعجب است. و دگیر خساو هم به اونها جواب داده است که من میگویم که اینها کسایی که این مؤلف این مقاله کسی است که کم عقل و کم اندیشه هستند و گفته است که خدا من دعا میکنم که اینها خداوند عمرش دراز کند که روزی بیاید که نتیجه اون ظلمی که در حق خواهرها و برادرها و هموطنان خود کردن اونها را ببیند. و بعد همچنین در اینجا گفته است که از بروسلی اقتباس آورده است که если вас критикуют, то значит вы все делаете правильно, потому что люди нападают на всякого, у кого есть мозги. بله. یعنی اون مردم میگوید که اگر شما رو کسی انتقاد میکند، به خاطر این انتقاد میکنند که مردم آدم های چیره با عقل، اونهایی که عقل دارن اونها رو انتقاد میکنند. و از این انتقاد کرده است و در سامانه پیامنت هم این منتشر شده است ردی. یعنی چرا در یک خبرگزاری رسمی نسبت اون بازداشت شده هایی که خود در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار میگیرن، مورد فشار روانی قرار میگیرن، باز در افزون بر این اونها را شیطان ها و دیو ها میگویند؟ شما ببینید وقتی که در جامعه ما نه یگان آزادی هست، نه یگان عدالت وجود دارد، هر کس رو به هر چیز متهم میکنن. از این بدتر هم میگوین اونها رو تروریست میگوین، بدون اینکه چیزی به اونها ثابت شده باشد. برای مثال خواهر ما ظرفا چی تروریستی دارد؟ شما تصور کرده میتونید؟ دوملو زبیدالله کجاست تروریستی او؟ اون مسافری که امروز در کنج زندان بردن جاش کردن، کجاست تروریستیش؟ همون مسافری خندانی که همیشه همه رو نصیحت میکرد، همیشه در لبش خنده بود و با یک مهربانی و صمیمیت عجیب صحبت میکرد، کجاست تروریستیش؟ یا سیف الله زاده که بجز قلم هیچی نداشت، یا عبدالقهاری که واقعا هم جوانی نمونه، بله واقعا هم تمامی مبارزه و تمامی تلاشش در روی کاغذ بده با قلم. یا برادر قیام الدین، یا قیام الدین که واقعا اینها آیا نمونه واقعی این یک انسانی وارسته اینها بودن، ولی امروز اونها چی شدن؟ واقعا ولی امروز چی شدن؟ امروز اونها متهم به چی هستن؟ تروریست هستید. مطمئنم کسانی که امروز ما رو میبینن و قیام الدین رو میشناسن، از کجا شما باور میکنید که قیام الدین تروریست بود؟ همچنانه که من شما واقعا تصور کردن نمیتونیم که قیام الدین تروریست باشد، یا دوملو زبیدالله یا دیگر این برادرای ما. همسایه ها و خویش و تبار و دوستان اونها عین من و شما هستند. کسانی که اونها رو میشناسن مطمئن هستند که این برادران هیچی نیستند، نه تروریست نه هیچی. تنها گناهشان این است که عدالت میخواستند. بله. و متاسفانه به خاطر نبودن همین عدالت اونها امروز در زندانند. افزون بر این اونها را شیطان ها و دیوها اعلام کردن، اون هم در یک خبرگزاری رسمی کشور. این هم جزء همون معادلاتی است. این هم ظلم دیگری است که بالای اونها میکنن. واقعا این هم ظلم است. وقتی شما یک نفر رو نخود که انسان به این درجه یک حکومت، از طرف دیگر این نشون میدهد که اینها چقدر به قهر آمدند، چقدر زورشون آمده است از اینکه یک گروه واقعا میخواهند که عدالت در کشور ما جاری شود و دیگر جامعه جهانی درک کرده است که در کشور ما عدالت نیست و اینها درک کردند که اونها رو جامعه جهانی، مردم کشور همچون ظالمان میدونند، نه همچون مسئولان عدالت پیشه. و طبیعی است که پایه ظلم پاینده نیست. یعنی ببین باز ما مثلا اینها اگر این ادوکات هایی که رفتن اگر با اونها خوب تعامل میشد، بله البته، پس چرا بازداشت شده های حزب نهضت اینقدر مسئله شون پرونده شون حساس است که نباید کسی صحبت کند؟ بله.
و باید مخفی باشد و باید یگان ادوکات جرأتی نداشته باشد چه از داخل و چه در بیرون که از اونها صحبت کند و حقوق اونها دفاع کند. و باز وقتی که یک دو نفر میروند اینقدر موردی فشار قرار میگیرند در بازگشت باز اینها ادوکات تاجیک نیستند که شما برید اون بیچاره را روانه زندان کنید. شما صحبت میکنید اونم آزاد هست صحبت میکند. خود رو درگیر کردن با ادوکات ها همین سوال که اونجا چی کمبودی هست که اینها پرونده بازداشت شده های حزب نهضت و ادوکات های اونها رو اینقدر حساس و مخفی میخوان نگاه بدارن. اگر واقعیت باشد بیایید شما با ادوکات ها بفهمونید، بله، اثبات کنید به اونها که اینها تروریست هستند، اینها جنایتکار هستند، اثبات کنید. آسان ترین کار همین است. در یک قضیه اگر بین دو نفر بحث می شود این طبیعی است، همه مردم عادی هم اینو درک کرده میتونند. درست؟ اگر بین دو نفر جنجال است، جنگ است، دعوا هست، بیایید معمولا در دهه ها هم این طور است. خیلی است مثلا خب شما حرفتون بزن، گپتون بگو، شما گپتون بگو، حق با جانب کیست؟ مشخص است. درست؟ ولی اینجا بیایید شما هم مثل همون حداقل با ادوکات‌های خارجی مناسبتی درست کنید، بگویید که اینها با فلان 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 دلیل جنایتکار هستند. حتی شما نمیگذارید که بگذار، شما نگذاشتید که اونها رو ببینند، ملاقات کنند با اونها. اقلا حداقل شما می اومدید با اونها میفهماندید که اونها چی گناه دارند. اگر شما راست میگویید. ولی شما به هیچ کس اثبات کرده نتونستید، نه به ملت، نه به این ادوکات‌های، نه به ادوکات‌های داخلی، به هیچ کس اثبات کرده نمیتونید که اینها جنایتکارن. برای همین میترسید، برای همین اونها رو نمیدونم و تهمت میکنید. باز هم از خودتون هر چیزی که میخواید میبافید و میگویید، چون که از اول تا آخر همش دروغ است. حکومت کاری میکند که خود را در این مسئله بازداشت شده ها بسیار عصبانی نشان میدهد. بله. وقتی که وزیر همین مثالی که شما آوردید که اگر دو نفر جنگ کنند، همیشه طرفی ضعیف، طرفی که گناهکار است و دلیل ندارد، همیشه عصبانی شده سر و صدا میکند. امروز حزب نهضت همه این را با تحمل، با همه چیز قبول دارد و میگوید که بسیار خوب، شما اگر اونها رو تروریست میگویید پس اثبات کنید. نه اینکه در این پرونده ها مهر مخفی زدن در کار و بسیار حساسی باشد که باید در این باره کسی صحبت نکند. پس چرا این معلوم است که نباید حقیقت آشکار شود. در چین خیلی که میدونیم یک شهروند تاجیک اعدام شد و جسد اون رو به غربی آوردن یا می آورند و 15 شهروند تاجیکستان نیز امروز با اتهامات سنگین، برخی از اونها به جزای اعدام هم محکوم هستند. وزارت خارجه تاجیکستان گفته است که سعی دارد که اینها استرداد شوند یا جزای اونها کمتر شود و واقعا هم باید وزارت خارجه کشور هم وظیفه اصلیش هم همین است که از اون شهروندانی که در خارج هستند از حقوق اونها دفاع کنند. امیدواریم که این وظیفه‌ش بتواند درست انجام بدهد و از حقوق اونها دفاع کند، حداقل بتواند که حکم قتل اونها را برگرداند یا اینکه باز دارد اونها را به وطن بیارند تا از نزدیکان و خویشاوندانشون حداقل بتونن اونها را در اینجا زیارت کنن، خبر بگیرن. با توجه به اون روابط خوبی که تاجیکستان با چین دارد باید از این روابط خوب استفاده برد و بتواند که دیگر یعنی شهروند تاجیکستان هرچند عیب هم داشته باشد به اعدام محکوم نشوند و یا استرداد شوند یا اینکه جزایشان امیدواریم که کم شود. ولی باز در دیگر این خبر هست که تاجیکستان دعوا دارد که شبنم خدایداده و اون فعال سیاسی را یعنی استرداد کنند از بلاروس، ولی سازمان یوئسنا گفته است که این قضیه صرف سیاسی هست و نباید بازگردانده شود، زیرا اون که اگر اونجا رود یعنی تهدید به چی است، به حبس طولانی زیاد هست. از این رو این سازمان از بلاروس این چنین درخواست رو کرده است. ببینیم از یک طرف حکومت تاجیکستان دعوا میکند که شهرونداش در دیگر جا
باید احترام یعنی جزای کمتر شوند، از حقوق خود برخوردار باشند. از دیگر طرف این سعی میکند که اون فعالانی که از این ظلم و ستم گریختن یا فرار کردن اونها را دوباره برگرداند به کشور و به مثل این صد با اعضای حزب نهضت و ادوکات های اونها به سالهای دراز محکوم کند. شما فرض کنید که اگر این ادوکات هایی که چنین کارو بین المللی اگر اینها تاجیک میبودند به سر اونها چی چیز می اومد؟ مثل بزرگمهر شاید امروز در کنج زندان بودند. ولی شما یک چیز دیگر را تصور کنید. ببینید امروز تماما ما در کشورمون به کدام سمت رفته ایستادیم. من چند وقت پیش در سایت اینترنتی خوندم که بله. در کدام یک کشورهای اروپایی بود فکر کنم بله. یک زندان به موزه تبدیل شده است. بله. بسته شده است، یعنی زندان به موزه تبدیل شده است. دیگر زندان در اونجا چون زندانی‌ها کم شده است، سطح جنایتکاری اینقدر کم شده است که دیگر اون زندان نیست، موزه شده است. در کشورهای دنیا معمولا به همین سمت دارن میروند، به همین سمتی که کاهش کردن جنایتکاری، کاهش دادن مثلا جنایتکاران و اصلاح جنایتکاران، نه زندانی کردن. تماما تغییر کرده از روی به این ترتیب کم شدن خودی محبس. بله، کم شدن محبس خانه، از بین رفتن محبس خانه. ولی در کشور ما در خبرها چند وقت پیش خوانده بودیم که باز چند زندان دیگر میسازن، 3 تا زندان دیگر ساخته می شود. اینها برای کی ساخته می شوند؟ یعنی چی؟ یعنی حکومت میداند که در آینده نزدیک باید خیلی انسان ها رو زندان کنند. یعنی آمادگی به این گرفته است. حکومت ما آینده به فکر این نیست که در آینده زندان ها رو کم کند، سطح جنایتکاری رو کم کند، یا اینکه مثلا یک اصلاحاتی به وجود بیارد که مردم زندگی بهتر داشته باشند، دست به جنایت نزنند. برعکس حکومت خودش میداند که با این سیاستی که پیش گرفته است و با این راهی که میرود افراد زیادی رو باید زندانی کند و الکی برنامه دارد که خیلی ها رو زندانی کند و یک شبنم خدایداد هم یکی از آنهاست. بله. و این زندان سازی به خاطر چیست؟ به خاطر همین زندانی کردن افراد بیگناه. ولی شما ببینید 3 تا زندان، به جای اینکه 3 تا زندان ساخته شود، اینقدر خرجی که برای اون می شود، به جای این اگر چند تا کارخانه بسازن که مردم نان خوردنش پیدا کند و سطح جنایتکاری در جامعه کم شود، بهتر نیست؟ بله. وقتی که این عفو عمومی که باعث آزاد شوی 11,000 قریب بیش از 10,000 زندانی شد، بسیار از کارشناسان شوخی آمیز ولی یک پیش بینی میکردن که این آدم‌های جنایتکاران رو اونها رو میخوان آزاد بکنن تا اینکه در جای اونها فعالان سیاسی رو جای بدهند و واقعا هم همینطور شد که در بازداشتگاه‌های امنیت به طوری که ما شنیدیم جای نیست برای بعضی جای‌ها، اونها خیمه گذاشتن یا دیگر ساخته ایستادن که تا اون بازداشت شدگان را نگه بدارن. واقعا این مصیبتی است که امروز ما داریم و امیدواریم که شبنم خدایداد و برگردانده نشود و هر چیز زودتر یک پناهگاه سیاسی پیدا کند و از یک ظلم نجات یابد و یک مادر تاجیک باز اشک نریزد. بله. دوستان گرامی، این بود برنامه بازشگپ. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان. سلام علیکم.